چند سال پیش بود که یه عنکبوت منو گاز گرفت. منم این روانی‌ها به جای اینکه برم دکتر رفتم خونه خوابیدم. بله همونطور که میبینید خونه طوری همه چیز وسط فضاست که هر کی بیاد داخل خونه کلا از اسرار زندگی من باخبر میشه. وایسا ببینم. یعنی با یه قوطی سکه میشه یه لپتاپ جدید خرید؟ با این حساب وضعیت زندگی تو این کشور اصلا درست نیست. ای بابا 10 بار به این محمد گفتم دم صبح به من زنگ نزن. چی میگی؟ بابا مثل اینکه اتفاقی پیش اومده. پلیس همین ریختن دم در فیسک. فیسک؟ ببینم این همون یارو یاردان قولیه نیست؟ چرا قربان خودشه؟ پس بزن بریم توش. توی چی قربان؟ تو کارش یعنی. آها ایول. قربان فقط یه مسئله ای هست. چه مسئله ای؟ اجارات رو پرداخت نکردیم قربان. صاحب خونه اومده دم در. یه پیام صوتی براش بذار به نظرم. در حال ضبط قربان. بهش بگو سیکتیر. آها راستی حالا که حرفش شد. چی شده قربان؟ این زنه هست تو عملیات منو پشتیبانی میکنه. تازگی میگه با یه نفر آشنا شدم. آمارشو در رو ببین با کی آشنا شده بخندیم. نیاز نیست آمارشو دراریم قربان. یعنی میدونی کیه؟ بله قربان. اصلا میذارم خودت حدس بزنی. محل کار من و اون یکیه. پس نه قربان به خدا خودم میخواستم زودتر بهت بگم. نه تو یه دروغگوی کثیفی. قربان به خدا هنوز اونجوری که تو فکر میکنی نیست. میخواستم با تو بدی‌ها رو شکست بدم ولی تو به اونا پیوستی. میوت میشی از این به بعد. چرا قربان؟ چه ربطی داره؟ تو دیگه تو گروه ما نیستی. تو گروه دیگه الان جداست. Get more backup and lock down the airspace. ای آشغال. Gonna lose him. I'm gonna go, Do your thing. He's the day, Willie. قربان از یکیشون به عنوان سپر انسانی استفاده کن. آفرین چه ایده خوبی. الان ازش استفاده میکنم. وایسا. کسافت چی داری میگه؟ رو بندازم این دیوید. این چی داره میگه؟ تو دروغ میگی. تو یک دروغگوی کثیفی. خفه شو. Não perde a razão no batidão, só pura tentação. Ela desce, ela sobe, acompanhei a pressão. Mina linda, perigo. شاید بپرسید چرا رو هر صحنه از این آهنگا میذارم. چون حقیقت نمیدونم صحنه‌های اکشن باید چیکار کنم. They shut the elevators down. Take the stairs. I prefer a more direct approach. قربان همون دختری که دعوا می‌خواست بهش پیام بدی نتونستی ازش خوشت میومد بهت پیام داده الان. کار دارم الان بگو نمیتونم فعلا جواب بدم. قربان عمتون تماس گرفته. بردار. عشق تو دروغ بود دیگه نه دیگه نه ملت دیگه میخوام اسم تو فراموش کنم آتیش تو خاموش کنم حواست چشمات میگن Hold him so he can't jump around. How exactly? No. Wait. قربان اگه همین الان به اون کامپیوتر نرسید تا 5 دقیقه دیگه همه اطلاعات پاک
بستگی داره چی توش باشه میدونی؟ مگه چی قراره داخلش باشه؟ آها خب زودتر بگو. اونو تلگرام پیام بده اوکی میکنم. دمت هم گرم. قربان 20 ثانیه دیگه پاک میشه اطلاعات. خب کوری 10 نفری ریختن سرم. بابا بزن دیگه اون فلش کوفتی. باشه بابا نترس الان چیزش میکنم. نگفتی چی توش آخر سر. اطلاعات مهم. اطلاعات مهم الان بکن توت. دیگه کور نیستم یا دارم میبینم. خب پس دیدی چی توشه دیگه؟ یه دقیقه خفه شو ببینم یاردانقولی چی میگه. Says the guy frantically erasing his search history. After all these years, you're still just an ignorant child. True, but that's part of my charm, isn't it? خوبه فلش خودم هم آوردم به خودم. Get that door down now! Look around. I do this. What have you ever done that mattered? Well, there was that time I took down a pompous, overstuffed Get back down! Perfect shot. Mere friends. We'll get ready for the main event. Keep on the ground or we don't stand a chance. Teach you respect! Fireworks? Got more where they figure out we're not playing yet. You don't mess with Kingpin and live! داداش یه دقیقه وایسا من باید اینو جواب بدم. الو بچه شرمنده دیگه امروز نمیتونیم بریم سر اصل چیز باز متاسفانه مجبوری فردا بریم ان دفعه بعدی.